درود دوستان، من فرهادم. همینطوری که میبینید این بتون رو به این شکل از یک آهنی که بهش وصل بود گرفتمش و به راحتی با خیال راحت میذارمش یه گوشه، چون بزرگتر از پاکت من هست و توی پاکت جا نمیشد و من به این شکل این رو جابجا کردم. چون توی پاکت میگرفتم هم احتمال داشت روی این بیفته، هم اینجا افرادی که دارن کمک میکنن اینها هم در خطر بودن و به راحتی کار رو انجام دادیم. بعضی جاها هم که دستمون نمیرسه برای کار کردن و کارها رو از قبل انجام دادن و ما دسترسی نداریم، میتونیم یکم با فاصله از کارمون وایستیم و افرادی بیان و خاک‌های اضافه رو به جایی که میتونیم بگیریم انتقال بدن. امروز من باید با فاصله از کارم وایستم و این دوستان عزیز خاک رو و نخاله ها رو بیارن اینجا تا من بتونم منتقلشون کنم به بیرون. یک مقدار زیر پامون رو اگر بیشتر خاک بریزیم میتونیم جلوتر بریم تا سرعت کار بره بالاتر و این بندگان خدا کمتر کار کنن. دارم زیر پام رو خاک میریزم تا بتونم حدود 1 متر جلوتر برم.